فیکم. و سوال برادری کردند که زن به حجاب در مکتب کار میکند و در نزد شوهرش به فرزندانش وعده های دروغ میدهد. من وقتی که ماهانه خود را گرفتم به شما این چیز میخرم یا این چیز میخرم، گویان دروغ صحبت میکرد. تو که زن چیست یا که به این چنین زن زندگی کردن چیست؟ اولا ما میگیم که حجاب پوشیدن این فرض الله رب العزت و الجلال است و در قرآن عظیم ذکر شده است. الله سبحانه و تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. و این چنین آیتی درازه در این مسئله در سوره البته نور ذکر شده است که الله سبحانه و تعالی صراحتا پوشیدن حجاب را برای زنها فرض کرده است. گرچند که امروز بعضی از مرتدان میگن که حجاب از مال ما نیست، یعنی البته از مال کافران مرتدان نیست. حجاب این از عادت و فرهنگ اسلام است. حجاب از قرآن است. پس کسی که حجاب را انکار میکند کافر است و کسی که حجاب را قصدن نمیپوشد کافر است. اما وقتی که از سبب جهالت دین به اون نرسید نمیپوشد، حجت باید رسانیده شود و بعد از حجت رساندن، بعد از این که قبول نکرد، حکمش حکم کفر است. و اگر این زن خود را مسلمان گوید ما نصیحت میکنیم که حجاب را بپوشد و از این سخنهای دروغ و وعده های دروغی که در نزد شوهرش به فرزندانش میدهد از این وعده ها دست کشد و شوهر خود را باید احترام بکند. بارک الله فیکم. و اما اگر مکتب، عادتا مکتب های طاغوتی که امروز وجود دارد، به حجاب رفتن زنها را منع میکند، اگر مکتب منع بکند که زن به حجاب رود درس بدهد، از این مکتب بیرون شود و از این منطقه هم بیرون شود. منطقه و مکانی که در اونجا حجاب پوشیدن منع است، از اونجا هجرت کردن البته واجب است. بارک الله.